حالا کوکتل زیاد خوردی ولی تو حالا کوکتل عرق سگی با دوغ خوردی؟ بیاید تا بهتون یاد بدم. چیزی که برای ترکیب امروز نیاز داریم یک شیشه عرق سگی سایرس هستش که به اندازه یک شات داخل لیوانمون می‌ریزیم. به اندازه 2 برابر اون دوغ نیاز داریم که من به صورت چشمی به ترکیبمون اضافه می‌کنم. و بعد یک مقدار آبش بیاد به صورت آروم آهسته بهش این شد ترکیب ما. دوستان لطفا امتحان کنن، نظرشون رو بدن ببینیم که به چه صورت شده. مزهش که عالی بود. از طرف ما رو یاد خاطرات ایرانمون انداخت. عرق و ماسوخیا. دمتون گرم. نوش جونتون. شما حتما امتحان کنید، نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.